چطوری میتونی یه چیزی بگی به این نفری که الان از تو متنفر و میگه سوهل چرا این آشغال رو آورده تو این ویدیو، یه چیزی بگی که اون شاید یه خورده از این طرز فکرش تصمیم بگیره دوری کنه؟ حق داری از من متنفر باشی، چه نباید از من متنفر بود. آقا مامان زنگ زد. Oh my god. الان دارم با یه نفر ویدیو میگیرم، میگن گفتم مامان من خیلی با کلاسم، من متاسفانه اینجوری نشدم. گفت اتفاقا تو از با کلاسی اونا یاد گرفتی که تو میخوای یه چیزی بشی که از اونام خفن‌تر باشی، متفاوت باشی. گفتم همین الان به مامانم میگم تو زنگ زدی. ببین بگو به این مامان من میگم ببین چقدر من حلال زدم. فقط بهش بگو بعضی زندگی نمیکنن. زندگی خب مادر تو رو هیچ کسی به غیر از پدرت حاضر نبود بهش دست بزنه، دلیلش اینه. چی میگی؟ نه جدی نمیگه. من امروز زنگ شهرداری این وسط ما رو میذارم در بیار ببرم. مامانم زنگ زد به النا، فکر می‌کنه النا عقب مونده است. النا تو بیا خونه ما وسایل رو بزن. که ماما عقب مونده که نیست، گوش نگیری، همه که داری فارسی میگی دیگه. یه چی دیگه توشه بگو یو، حداقل بفهمیم ما حرف میزنیم. همه رو فارسی میگی، بعد آخرش یه چیز میشه یهو تندش تاش میگه دیگه اگه تو الان فهمیدی دیگه انقدر باهوش بشی که تاشم بفهمی. تا نفهمیدی دیگه بعد خودم درگیس دخل طرف کنم. خیلی خوبه، خیلی خوبه واقعا. oh my god. من 20 سال اومد اینجا حرومزاده یک دونه کلاس انگلیسی بر نداشت، یک دونه لغت یاد نگرفت، یه دونه برنامه خارجی نگاه نکرد. وای یعنی مگه میشه انقدر آدم کونگو شد؟ فکر بخاطر مثلا اینکه نیاز نداره سهیل. چرا نیاز نداره؟ همین هستی... الان زنگ زده میگه میخوام برم استخر رو بیاری باد کنی، میگه چیز کن. ببین اگه میرفتن چه بگم کدوم کشور میرفتن آلمان زندگی میکردن، تو اونجا نبودی، هیچ کامیونیتی و اجتماع ایرانی هم تو آلمان نبود که خیلی هست، مامانت الان برات مثل بلبل آلمانی حرف میزد. آره دیگه همینو میگم، ولی میگم انقدر کونگو شده 24 ساله داره میاد اینجا این انگلیسی یاد نگرفته. گفتم نمیخوام که خرم اپل میگذره. یا خب حالا ضرر نداره که یکی تو خیابون دیدی بدی بهش بگی آقا کیف فولت از جیبت افتاد زمین. نمیخوام بشینی بری تو اخبار شروع کنی صحبت کردن، ولی دیگه مثلا تو بیرون که میرن انگار مثلا کرالالن دیگه، چون هیچ کی نمیفهمه چی میخوام بگن. یه مشکل من خیلی با این موضوع من مشکل داشتم و خیلی رایجه تو ماما با ایرانی. یعنی مثلا میگی تو هندیام اینطوریه، هندیه که واقعا دهنشون سرویس. یارو مثلا میاد میگی بهش میگی های نگات میکنه، میگم دیگه تو کانادا دیگه های نمیتونی بگی نمیفهمم دیگه یعنی چی. بعد به پسرش میاد میگی مامانت چند سال اینجاست، میگه از 1984 اینجاست. میگم دقیقش 1984 من 1 سالم بوده. what؟ این هنوز نتونسته هایو یاد بگیره. یعنی هندیا یه جوری هن که اصلا که تو زندگی ندیدی. یارو 45 سال از خونه نرفته بیرون. میدونی چی بهت میگم؟ فقط به واسه خودت خیار بخر بیار. دقیقاً. من اینکه اینجا میشناسم میگه که مامان من وقتی میخواد بره خرید بکنه فقط عددا رو یاد گرفته. میگه اونم بالای 20 سال. میگه مثلا 5 به هلندی میشه 5. میگه 5 کیلو من نشون میده، میگه 2 کیلو نشون میده، میگه همین پرفکت دیگه. هیچ میخواد چیکار؟ آقا من هلند رو خیلی دوست دارم. من اومدم تو چیز، وای اون پنکیکاتون که نازکه، بعد یه خورده اصلا چقدر خوشمزه است. همه چی تو هلند واقعا خوشمزه بود. چقدر من حال میکردم. یعنی من تا حالا 3 بار اومدم هلند، هر دفعه اومدم دلم نمیخواست برگردم. گلتون خیلی تخمیه ها، من نمیدونم گل میزنی یا نه، ولی گلتون آشغاله. یعنی مثلا همه میگن هلند رفته اونجا. رفتم توی مغازه دیگه به بولاک گفتم آقا علف درست حسابی ندارین شما؟ گفت نه ما همینا رو داریم دیگه. گفتم چرا فقط آشغال دارین؟ گفت بد نیست اینا. گفتم ببین من دارم بهت میگم آشغاله، من کسی هم که هر روز دارم میزنم واسه 20 سال دارم بهت میگم آشغال، شما فقط دارین میزنین. حالا نمیدونم این سیستم دولت داره انقدر فقط علفای آشغال رو هی پخش میکنه که دوزه مردم بیاد پایین بدون که بفهمن کویت کنن. چون میگن تو ایران هم شاه این کارو کرده بود، یه زمان تریاک خیلی بد بوده، شاه میاد تریاکو میذاره تو داروخانه بفروشن.
بعد که میفروشن تریاکو شروع میکنه دوزشو آوردن پایین که یارو که میزده های نمیشه، فقط آشغال میکشیده بدون که مردم بفهمن داشته مردم رو ترک میداده. من که تو امستردام گل کشیدم این احساسو کردم که گفتم این چه آشغالی، من نمیفهمم منطق چیه که 10 سال آزادی و الان به این رسیدی. دریوس من پسری که با هوندا سیویک 92 میاد تو گستش منو میبینه حتی قوی‌تر داره میزنه، تو توالتش داره اینا رو گروه میکنه. چیکار کردی با اینو که انقدر بدن میزنیشون با شلاق؟ این مثلا خیلی عجیب بود که چرا انقدر بدن، یعنی نمیتونست الکی انقدر بد شده باشه، یعنی خیلی منطقی بود که یه داستانی پشت صحنه باشه. حالا ولی احتمالا شاید به خاطر بیزنس هم میتونه باشه ها، برای خاطر اینکه همه میگن اوه بریم آمستردام اینجا به گل فروش میگن کافی شاپ، که من اصلا اومده بودم اینجا بودم کافی شاپ بعد من فکر می‌کردم که به خاطر بیزنسه، شاید به خاطر اینکه کیفیتو میارن پایین که بیشتر سود بکنن، این به خاطر اینم میتونه حالا باشه. اینو نگاه در کن، کار من درست. خواهرم گل نمیزنه، با هم اومده بود آمستردام یکی از این بارا، بعد گفتش که من چون تو گل میزنی الان آمستردام حاضرم گل بزنم. رفتیم توی کافی شاپ، دود انقدر زیاده که به زور چشتو میبینی، یعنی تکنیکلی اگه اصلا نکشی باید بخوریشی. یه دونه جوینت برای خودم گرفتم، یه دونه جوینت واسه خواهرم، جفتمون زدیم. خواهرم نرمال بود، بعد خواهر من کسی که یه لیوان مشروب میخوره مثلا ملق میزنه، میافته زمین، حالش بد میشه، ضعیف بدنش نسبت به مواد دیگه. اون روز برام گفتم دیگه نمیشه یه نفر تو این لول بیاد توی هات باکس روم یه جوینتو بگو شما اصلا چستود کرد همش شو، نفس طبیعی که باید بکشه اونجوری اتاق اصلا تو نمیتونی بقدر دود نفس بکشی و این هیچ چیش نشد. من واقعا باور دارم علفای شما رو دارم بهتون مثلا چمن رو میزنم میدم بهتون میگن این علفه، حالا به قول تو یا دزدیه یا پلنی پشتشه، من که نفهمیدم داستان چیه. شاید یعنی مثلا دفعه دیگه من بیام آمستردام میرم تو پارک از خلافکار علف پیدا کنم، نمیرم بولاگ. خوب میکنی برو. خب بگو خواستی یه چیز به ما یاد بدی، داشتی به ما یه چیزی یاد میدادی که چرا از آدمای ترنسجندر یه خورده عقل آدمو باز کنن، یه خورده 2 دقیقه حرف دلتو بزن. زجر این 18 سالی که تو دلت گذاشتی یه چیز خاصی تو مغزت از اونو باز کن درشو. میدونی من به خاطر همه تلاشایی که کردم که خودم رو بیشتر بشناسم، به خودم بیشتر آگاه بشم، خودم بیشتر دوست داشته باشم، حالا الان اگه یکی به من برگره بگه که ازت متنفرم، میگم اینم نظریه، خوب میکنی، خب بالاخره از من متنفری، مرسی که حداقل بهم گفتی، ممنون، واقعا قدردانی میکنم از اینکه بهم گفتی ازم متنفری. ولی یه موقع میشه، ولی نیست، و یه موقع میشه که آدما میان تو رو فقط به خاطر اینکه ترنسجندری میشناسنت. یعنی مثلا میگه که من بیزنس اونرم، من فشن چه می‌دونم یه هنرمندم، نقاشم، آرتیستم، کیف درست میکنم، شوگر بیبیم، شوگر ددیم، اینم اونم. تنها چیزی که برای مردم جالبه اینه که ترنسجندر. یعنی مثلا من اینجورم، نمیگم سپر، سهیل اینجورم، سلام من آریام، 18 سالمه، در دانشگاه دارم فشن میخونم، ترنسجندر هستم، تموم شد. دیگه گوش نمیکنه. مردم میگه ترنسجندره یعنی چی؟ پسر بود اول خواست دختر بشه، یعنی الان پسر دوست داره، یعنی من دوست داره، یعنی دیگه همه چی قطع میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه براشون جالب و جذابه که او یه نفری ترنسجندره، بیشتر آنون و جدیده. دقیقاً به خاطر همین این براشون اینجوری به وجود میاد. ولی اگه یکی از من متنفره، ازش سوال دارم که تو از من متنفری یا از ترنسجندر بودن متنفری؟ چون تو منو نمیشناسی، تو نمیدونی من اخلاقم چجوریه،
تو نمیدونی که من چه هنری دارم، تو نمیدونی که من چطوری با آدم ها رفتار میکنم. ممکنه یه آشغال عوضی باشم، ممکنه یه فرشته باشم که همه آدم ها هر جفتش هستیم، ولی تو منو نمیشناسی. مثل میمونه که ما همه عمرمون نسبت به یک چیزی حساسیت داریم و بعد مثلا مادر پدرمون از بچگی بهمون گفتن که آناناس بخوری میمیری. تا اصلا از آناناس متنفری، آناناس ببینی فرار میکنی ازش. بعد یه موقع اصلا نمیدونی آناناس چی هست، اصلا چی آناناس چیه. بعد یکی میاد 20 سال بعد بهت توی پیش دستی یه تیکه آناناس میده، بعد بهت نمیگه چیه، تو اصلا نمیدونی آناناس اسلایس شده چی هست. اصلا میخوری میگه چه خوشمزه بود، چه شیرین، چسبید بهم. بعد میگه آه چقدر جالب. بعد میگه چی بود این میوه که بهم دادی؟ میگه آناناس. آناناس بود؟ چی اینجا فرق داره؟ رسیستنس، مقاومت دیوونگی ما آدما که تو ذهنمون ما از هر چیزی یک مقاومت میسازیم و دلمون میخواد همه چی رو فرو بکنیم تو یک قالبی. طرف اصلا میپرسه که تو چی هستی، که اصلا سوال دیوونه‌ایه، ولی به هر حال من همیشه سعی میکنم خودم رو بالای این چیزهایی که سری بخوام ناراحت بشم و بگم که چی و اینا نگه دارم، که اصلا برام مهم نیست. هر کی ازم بپرسه هر چیزی رو واقعا خیلی اوپن واسه همه توضیح هر سالی داشته باشم. میپرسه تو چی هستی؟ میگم من ترانسجندر هستم. در اصل طی این سالها، به خصوص 2 سال اخیری که اومدم اینجا، خیلی به این نتیجه رسیدم که من دلم میخواد خودم رو تو هیچ قالبی نذارم، خودم رو تو رو خودم هیچ لیبل و برچسبی نزنم. آدمی پرسه که تو چی هستی؟ به خاطر اینکه نخوام باهاش در بیفتم و حرف بزنم و 3 ساعت بخوام توضیح بدم که من ترانسجندرم. میگه خب یعنی چی بودی، چی به دنیا آمدی؟ من اینجوری به دنیا آمدم، الان میخوام اینجوری باشم. پس زنی؟ نه، به خاطر اینکه من معتقدم که زن کسی که زن به دنیا میاد. من زن ترنسم اگه بخوای اسمشو بذاری. پس مردی؟ فیزیکی شاید بتونی اسممو مرد بذاری. پس دو جنسه. آدم ها همش دلشون میخواد اون چیزی که تو ذهنشون دارن انگار میخوان آروم بگیرن، انگار یه آنون و ناشناخته‌ای که میاد انگار همینجوری توی مغزشون هشدار میزنه آنون، ناشناخته، کمک. هی دلش میخواد تلاش میکنه که بکنه توی لیبل، توی یه دونه قالبی، زنه، مرده، دو جنس هست، اینو میخواد، اونو میخواد. ما یادمون رفته که آدما رو همین جوری که هستن بپذیریم. انقدر سعی نکنیم که همه رو توی قالبی بذاریم و این توی برای همه چی صدق میکنه. مثلا یکی برمیگرده میگه که اصلا کلا از همه چی چند تا تو دنیا هست. کار میکنی؟ بله. یا آزاد کار میکنی یا کارمندی. آزاد که کار میکنی یعنی بیزنس داری، کارمند هستی که یعنی کارمندی. حالا تو الان مثلا برای کسی که اولد سکوله، برای پیرمرد 80 ساله، تو سوال میخواد به توضیح بده، بگه من کانتنت کرییت میکنم، من محتوا تولید میکنم. نمیفهمه. باید تو یه جوری تولید محتوا تو فرو بکنی توی یکی از این دوتا که این میخواد. یا شغلت آزاده یا کارمندی. حالا تو میتونی بگی من کارمند یوتیوبم، یا میتونی بگی من شغلم آزاده بخاطر اینکه به هیچ جا وصل نیستم. Your choice، انتخاب توه. ولی آدما میخوان همه رو بذارن تو قالب. و چیزی که من الان میخوام به یه آدم که من رو داره نگاه میکنه بگم اینه که برای هر آدمی، چه دگرباش جنسیه، چه من خودم با دوستم همیشگی میخوام بگم دوست ندارم از کلمه ترنس استفاده بکنم، برای خاطر اینکه انقدر تو ایران چیز پشتشه که انگار یه بار منفی داره. میگم من تورنجی. اینم از یکی از بلاگرهای اینستاگرام. بعد
حرف میزنم، میگم آره دارم با این پسر حرف میزنم، میگه میدونه تورنجی؟ میگم آره فکر کنم بهش گفتم تورنجم. بعد گفتش که خب خودشه. گفتم نه. بعد استریت هم دوست دارم، میگم استوریته. نمیدونم اون خوش استوریت میگه یعنی استوریته. خب اگه استوریت بشه که تو تورنجی. به خاطر همین من اصلا میخواسته یه جوری خودمو گول بزنم. رفتم مصاحبه برای مدرسه. میگه خب تو مشکل روانی روحی چیزی داشتی خیلی وقت پیش؟ گفتم نه ولی خب چند باری تو زندگیم دیپرسیون داشتم. میگه که چی؟ میگم دیپرسیون. و میگه دیپرسیون، میگم دیپرشن. و میگه خب چی میگه دیپرسیون؟ میگم به خاطر اینکه دلم خواهد کم خوشگلش کنم. وقتی میگه دیپرشن میگه او مای گاد دیپرشن، من میگه دیپرسیون دارم. تو چی داری دیپرسیون؟ تو دیپرسیون نداری؟ خاک بر سرت. خوب بود. توی بیرون دستشویی کدوم استفاده میکنی؟ خودت دوست داری کدوم استفاده کنی؟ خودت خب دوست داری خانم استفاده دستشوی زنانه. ولی زنا قور میزنن بعضی موقع. نه من هیچ وقت ندیدم. من فکر میکنم که این خیلی تو امریکاست، برای خاطر اینکه امریکای دیوونه یکم. اونا فکر میکنم تو امریکا مثلا میرن یه جایی برش مثلا دیدی تو ایران همیشه مثلا صحرا نشون میدن، آدم فکر میکنه اونا اونجوریه. آره. جایی برش آره. من فکر نمیکنم مثلا من اگه اونجا برم تو دستشویی دختر بیاد پسر شده باشه من قور بزنم، یا اگه النا تو دستشویی باشه ببینم یه پسر میره اونجا که تو چشم من پسره ولی میفهمم چندسه، بعد بره اونجا من پشت این در عصبیشم، در تلفن النا بیا بیرون یه مردون تو، مثلا من خب اوکی مثلا هیچ چیزی ندارم اونجا. منم چیزی که دور برم میبینم اینه، ولی خب میگم من میرم کالیفرنیا و وگاس و سیاتل جای با کلاسش میرم، من نمیرم یوتا و نمیدونم میسیسیپی و این حرفا. ولی تو باید به این نگاه بکنی که آخه این کسی که تو داری میگی مرده، خب باید ببینی که اصلا داستان چیه، چون که شومبولانس داشتن دلیل بر مرد بودن نیست، میدونی؟ بعد حساسیت ها رو از بین ببریم. ولی من اما الان بس بذار قبل از اینکه سوالات بپرسی یه دونه داستان دارم، نمیدونم بچه‌ها شنیدن یا نه، ولی میخوام بگم من پسرم همجنسگراه. بعد کسی که پارتنرشه اونم خب یعنی جفتشون پسرن دیگه. بعد یکیشون اومده بود خونه ما، یعنی فقط پارتنرش اومده بود ونکوور، خود پسرم هم تورنتو مونده بود. بعد ما داشتیم پله‌های خونه میرفتیم بالا، بعد در باز شد، دوست دخترم رفت توش و شروع کرد صحبت کردن با یکی. من دیدم دوست دخترم با یکی حرف میزنه. بعد من اینجوری رفتم تو، وقتی رسیدم به در تو رو دیدم پارتنر پسرم بالای پله ها لخت مادرزاد وایساده و داره خیلی ریلکس با دوست دختر من حرف میزنه. بعد به محض اینکه منو دید منم اونو دیدم، یهو با یه دست شومبولانسشو با یه دست مماهاشو گرفت دوید تو اتاق. خب میدونی این قصه من قشنگ میفهمم که چیه داری میگی، یعنی قشنگ میگم من توش دیدم که آقا یارو واقعا داره خودشو میبینه که اوکی این که دختر منم دختر، یعنی منم چیزم شامم اینه، ما دوتا داریم ما هم صحبت میکنیم، این سگزاده شومبولانس اومد من خودم رو کاور کنم. دقیقاً خیلی جالب بود برای من. دقیقاً و خیلی جالبه که چجوری مغز چه کاری میکنه با آدم. خب یه سوال داشت. من اول رو بگم، داشتم با یکی صحبت میکردم، سهیل به من گفتش که اگر بهشت و جهنمی وجود داشته باشه تو نمیترسی به خاطر اینکه اینی که هستی. اصلا بهشت و جهنم خمزه آورد برات. اصلا اگه باشم چیز نیست، یعنی به نظرم اگه بهشت و جهنم باشه ترنسجندری هیچ ربطی نداره. مثل اینکه مثلا بخوای بپرسی هواپیما صندلیش سایزش خوب بود نسبت به رنگ پوست، میگی چه ربطی به هم داره؟ دقیقاً. و با خودم میگم او مای گاد تو که میگی که انقدر من که به خدات اعتقاد ندارم، تو میگی من خودم انقدر بزرگه که اومده یه بهشت و جهنمی ساخته، انقدر خوب همه چیشو مدیریت کرده، پرفکته، ولی یه آدمی رو اصلا کار نداره آدم چی کار است، اصلا کار نداره آدم مهربون نیست، ولی فقط به دلیل اینکه این آدمه یه گرایش دیگه داره میخواد اینو بکنه تو جهنم. این خدایی که تو داری بهش باور داری این خدای توه؟ یعنی خدای تو انقدر کوتاه نظر و کوتاه بینه، انقدر نفهم خدات؟ من مگه خود دلیلش نساختتش؟ اگه مشکل داره چرا ساخته؟
و میگه که نه، خدا تو رو ساخته برای خاطر اینکه تو یک چالش داری، تو باید برگردی به همون آثنتیک سلف و خویشتن. ولم کن واقعا. من همین جوریشم انقدر چیز نیست تو زندگیم دارم که بخوام باشون دیل بکنم که همینم مونده بخوام صدا... بگم که اگه مردم برم جهنم برم بهشت. بعد اونس خب الان سوال فهمیدم تو الان ذاتت میخوای خانوم باشی و این حرفا، ولی شومبولانس داری. شومبولانست استفاده ای داره؟ بذارم دفترچه‌شو نگاه بکنم. تو دفترچه‌ش هیچی ننوشته. آره خب میتونه استفاده داشته باشه، ولی تو دوست نداری با شومبولانست میتونه ارضا بشی. ها؟ ولی تو دوست نداری با شومبولانست ارضا بشی؟ سوال اینجا میادش که اگه که آدم نخواد با شومبولانس ارضا بشه و باید با چی ارضا بشه، میدونی؟ ولی اوکی بیا بازترش بکنیم. بستگی به پارتنر، یعنی سکشوال پارتنر داره. من که خودم اصلا سوال تمام زندگیم رو واقعا وقف معنویت کردم. معنویت خدایی نه ها، معنویت هیچی نه، فقط اینکه چطور منم و دنیا. و سوالم که داشتم و نکته خاصی که میخواستم بگم بهت که بعدم میگم راجع به بازی زندگی و این نبودش که تو بهش اعتقاد داری که بازیه، که من خواستم بگم که آره بازیه، ولی بستگی داره به پارتنرت. مثلا یکی میگه که من دوست دارم که پارتنرم که ترنسه و اینو گفتم که من همه زندگیمو وقف اینا کردم، بخاطر همین هیچ تجربه اینجوری ندارم. یعنی هر حرفی که دارم میزنم یا از تجربه دیگرانه یا اینکه خوندم یا اینکه شنیدم. خودم همیشه تلاش کردم انقدر خودم رو رشد بدم که تلاش کردم که اول خودم رو دوست داشته باشم، بعد که من تو رابطه بودم اون یکی هم دوست داشته باشم. برای خاطر اینکه اینجوری خیلی رابطه‌های سمی به وجود میاد، مثل همه رابطه‌های سمی که الان هست. ولی بستگی داره به پارتنر. مثلا پارتنر میگه که من دوست دارم پارتنرم ترنس که هست منو با شومبولانسش با هم بوم چیکی بوم بوم کنه. این هست. یعنی اگه من بیام بگم که من دوست دارم تو با شومبولانست منو بوم بوم چیکی کنی، من ترنان میکنه. اون موقع تو استفاده از شومبولانس تو پیدا میگی یس من ام داون، ولی خودت دوست نداری یه نفر پیدا کنی بگی من میخوام ترتیب تو بدم. فهمیدم. اونم باز بستگی داره به ترجیح اون ترنسجندره، که ترنسجندر اصلا خیلی هستن که عاشق اینن که ترتیب بقیه رو بدن. بستگی داره، همه چی بستگی داره به خودت و پارتنرت، ولی استفاده میتونی ازش بکنی خیلی زیاد و استفاده داره به دهنتون میخوره. چند داره که نگاه میکنی. بعد اون موقع کسایی که در میارن چه اتفاقی میفته؟ به اون عصبا رو نگر میدارن که سرشون بولانسه میبرن تحتر میدوزنش یا اصلا کامل میبرنش؟ دقیقا همین جوریه. من واقعا ویدیوشو نگاه کردم ولی این جوریه، جوری که تو ویدیوش بود. این شومبولانس رو میبرن. فکر میکنم احتمالاً خیلی اطلاعاتم سطحی و نادرست و بیسیکه، ولی عضله یا ما هیچی نمیفهمیم واسه هر چی بگی واسه دقیقاً گاو خالص. عضله‌اش یا اون چیزی که باعث میشه که شومبولانس باشه رو در میارن، تمام اون پوست و اعصاب و این چیزا رو برمیگردونن. مثل آستین هست که برش میگردونی، برمیگردن میکنن تو و یه دریچه ایجاد میکنن که مثل واژن میشه. ولی اصلا یکی از انگیزه های من که نمیخوام عملا انجام بدم اینه که به خاطر اینکه بدن فکر میکنه که اون نازت، چقدر سر ویدیوت خندیدم، که ناز فیکت که دکتر واسه ساخته $10,000، ناز فیکتو بعد فکر میکنه بعد میدونه نازت فیکه، میخواد نازه رو ببنده، تو باید روزانه یه چیزی فرو بکنی تو ناز، چیز گنده
اوه تو مثل نازت که گوشواره. نازتو وا کنه. گوشواره دقیقاً. فهمیدم. و این سرشار از درده. چقدر کامپلیکیشن. یعنی واقعا آقا اینا که قدر زندگیتون رو نمیدونین، میگی نمیدونم ماشین ندارم، آیفون ندارم، ببین واقعا یه نفر باید بره عمل کنه، چیکار بکنه که فقط برسه شری به اون چیزی که میخواد برسه. بعد واقعا. مردم مشکل دارن که من آیفونمو 2 سال آپگرید نکردم، من مشکل دارم نمیدونم فلان بسار. یه خود آدما باید به نظر مثبت تر باشیم. نگاه کن به زندگی، نمیگم به بقیه نگاه کن، ولی به میدونی زندگی من فکر بهتر نگاه میکنم کن. که اینم اشکال، دقیقاً ولی اینم اشکال نداره که مثلا یه طرف میخواد آیفونشو بروز کنه. مهم اینجاست که اینتنشن و نیت چیه. میدونی مثلا مهم همش نیته. توی این دنیا، توی این جهان هستی، توی این همه چی یونیورس، هر چی که میخواین اسمشو بذارین، اینا همه اسمه. اون یه چیزیه که همه ما داریم روش اسم میذاریم. هر اسمی که میخوای روش بذاری بذار. این چیزی که ما درش هستیم، گیم، خداست، هر چی که هست، برای هر چیزی هدف گذاشته. مثلا یکی میگه که من میخوام آیفونمو جدید کنم، و میگه چرا میخوای آیفون تو جدید بکنی؟ به خاطر اینکه خیلی کوله، آیفون جدید میگیرم، همه نگاه میکنن، پذیرفته میشم از طرف آدم، دوست داشته میشم از طرف آدم فکر میکنن که من مهم هستم. پس تو داری چی فکر میکنی با خودت؟ که من بی ارزشم، که من دوست داشتنی نیستم، که من پذیرفتنی نیستم، و تو میخوای بیای با آیفون اینو کاور بکنی. این برای همه چی توی زندگی ما، تو دنیای ما جوابه. برای خوردن زیاد، تو برای چی اینقدر برای باشویی تو سن 18 سالگی؟ نمیدونم. از چیزای ترنسجندریه؟ همه ترنسجندر نه. باهوشن؟ امیدوارم بودن. دمت گرم. ترنسجندر باشید تا باهوش شوید. ولی همه کاری که ما میکنیم از همون اینتنشن و نیتمون میاد. من خودم اینو بعد بوق بزنن روش، attention، یعنی عاشق attentionم. ولی خب خوبه که دوست دارم attention و توجه و بعد ببینم که نیتش داره از کجا میاد، از چی داره آب میخوره. داستان سر اینه که ما وقتی که مقاومت میکنیم یه چیزی دنبالمون نمیاد، و وقتی که داریمش اونو دیگه این دنبال. خیلی از آدما اینو درک کردن، تجربه کردن. تو وقتی توی یه رابطه هستی، توی ریلیشنشیپ هستی، مطمئنی. چرا؟ به خاطر اینکه اون پارتنر به تو میگه، داره داد میزنه انرژتیکلی، با انرژی و فرکانس. تو دوست داشتنی هستی، ببین من عاشقتم. تو پذیرفتنی هستی، ببین من پذیرفتمت که بیای پارتنرم بشی. تو خیلی خوشگلی، ببین من ازت خوشم اومده. تو خیلی راحت میشه رسیستنس و مقاومتت میاد پایین. وقتی میاد پایین، تو وصل میشی به اون اصلی که هستی، به اون ورژنی که این بازی ساخته. همه ما اون یه ورژن، مثلا چنم ورژن 0.0.1 برمیگردی به اون ورژن. این بازی، این نرم افزاره اون ورژن رو میخواد. دلش میخواد تو همون چیزی که هستی باشی، بازی بهت بده. مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که تو میتونی بری تو یه گیمی $200 پول بدی، میگی موموکو میگه که بر من لباس بخر با بازی. اگه که بازی این امکانو داشت که خودت بتونی لباس رو ارن کنی و به دست بری، خیلی لذتش بیشتر بود. ما میخوایم بیایم به جای این که تجربه رو به دست بریم، تجربه رو بخریم. اینه اشتباهی که ما داریم میکنیم. ما میخوایم تجربه کنیم، خوشبختیم، خوشحالیم، میریم دراگز میکشیم، دراگز مصرف میکنیم که ما رو بکنه های، که ما خوشحال بشیم، که ما رو یه قدم هم که شده از اون روزمرگی زندگی بکشه کنار. ما پورنوگرافی نگاه میکنیم برای خاطر اینکه همین کارو بکنه با همون. که اصلا من خودم اینم اینجوری هم که اگه که بهم بگه که پورن نگاه میکنم، میگم اوه چه جالب، چه کاتگوری مورد علاقتی. من انقدر اوپنم با همه چی. ولی اگه یکی از من بپرسه که به نظرت خوبه که من پورن نگاه میکنم، میگم نه. ولی اگه بهم بگه که پورن نگاه میکنی مثلا تو، میگم اگه دل میخواد میتونیم با هم نگاه کنیم. یعنی من انقدر با همه چی سعی میکنم اوپن باشم همیشه.
ما همه این کارا رو میکنیم. مثلا من خودم میکاپ که میکنم، میکاپ که میکردم، میخواستم همیشه هاید بکنم که من خیلی خوشگلم، من خیلی زنانه هستم، ولی حالا میگم میکاپ رو دوست دارم. I love it. خوشم میاد ازش که دارم این کار انجام میدم. و اینجوری میکنه دنیای ما رو، چون که اون موقع تو کامپلیمنت و تعریف واقعی رو میگیری، چون از خودت انقدر مطمئنی شدی ورژن 0.0.1 شدی، اون ورژن آستنتیک و اصیل، اون ورژنی که پرفکته، اون ورژنی که هم خوبه هم بد، هم آشغال گوه عوضیه هم فرشته خوب مهربونه. ما وقتی بپذیریم که اینی که هستیم، هر جوری که هستیم، من چاقم، دوستم لاغرشم، دارم هم تلاش میکنم برای اینکه لاغرشم، ولی خب اضافه وزن دارم. وقتی که اینو قبول بکنی که اضافه من سوال خیلی افسردگی کشیدم سر این که من به قدر کافی زنانه نیستم، من شونه هام بزرگه، من این شکلیم، من صدام اینجوریه، من موهام اینجوریه، من این شکلیم، من اونجوریم. هیچ وقت آدم نمیره. یه کتابی هست اسمش نیمه تاریک وجوده، احتمالا کسی که توی این جرنی و چیز باشن میشناسنش. اسم انگلیسیشم یادم رفته ولی چشم نمیبینه، ولی اصلا یه نویسنده خیلی معروفه. اون کتاب رو خوندم، هیچ تغییری هم رو ایجاد نکرد، فقط یه آگاهی بهم داد. ولی یه روز رفتم جلو آینه، گفتم خب دیگه چیکار کنیم؟ ترنسیم، میدونی؟ هر کاری هم بکنیم ترنسیم. حالا خب تو به خود هیت بده، بگو خود برسر که ترنسی، خب باز ترنسی. ولی اگه عاشق این بشی که ترنسی چی میشه، اون موقع فرصت ها باز میشه. تو چرا فکر کردی که اصلا تو برا من یه آیکون هیپی لایف استایل هستی؟ هیپی مادرن، هیپی سلش مادرن سلش بیزنسمن سلش هپی سلش whatever کریتیو، همه چی. یعنی هیپی هستی، خلاقی، خوشبختی، بیزنسمن هستی، همه این هستی. من به خاطر تو اصلا روی کرد و پرسپکتیو و نقطه نظرم به آدمایی که گل میکشن عوض شد، چون گفتم اوه خب زندگیشون اینجوریه. چرا؟ به خاطر اینکه تو سوال اینجوری هستی که خب میدونم اگه یکی به اذان باشه که گل میخوای بکشی در یعنی که اگه برمیگشتی گل میکشیدی، گفتم نه که دروغه، به خاطر اینکه ما در اون لحظه بهترین تصمیم رو میگیریم، در اون لحظه در گذشته، که این دروغه. ولی میگه آیا سوال تو میگی به یه کسی که گل بکشه، تو میگی نه من هیچ وقت پیشنهاد نمیکنم، یعنی پذیرفتی که من گل میکشم، گلم بعد یکی ازم بیاد بپرسه میگم نه، ولی خب من الان میکشم، خب اینم هست، هرچی هم هست و قبول کردی. ولی اون کسی که قبول نکرده که داره گل میکشه، قبول نکرده که داره با چه چیزایی دست پنجه نرم میکنه، اونه که مشکله، اونه که برمیگرده. پدر زن تو رفتاری که باهات کرد سر گل، معمولا اون که کلا اینجاش خرابه، ولی معمولا آدما با اون آدمایی میکنن که گل کشیدن رو خودشون در درون خودشون نپذیرفتن. درست میگی، من موافقم. منم فکر میکنم آدما این تنفری که میدن به خاطر همینه که خودشون رو دوست ندارن و وقتی بیاد یه نفر دیگه توی این حالت داره خودشون نشون میده، میگه من که نرمالم، تو ذهن خودم نرمالم، زر نمیزنم، اینی که اب نرماله گم میخوره میره اونجا خودشون نشون میده و این تنفرشون رو میشه. به نظر من سعی کن خودتون دوست داشته باشین و همونجوری که توی بفرمایشم گفتم هر کسی دوست داره یه جوری باشه، نه بهتره نه بدتره، فقط یه آدم دیگه است. هر کی بدون خودش باشه، لذتتون رو ببرین. دمتون گرم که هستین. مرسی از تو چاکس. اقتصادی